من سیمینم میخواستم به هموطنای عزیز ایرانی اطلاع بدم که سرشماری که در انگلیس قراره انجام بشه توی ماه فوریه است تا ماه مارچ ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که تجربه دارم هموطنان عزیز قبلا سعی میکردن، مخصوصا اونایی که پناهنده هستن و نمیخوان دولت انگلیس راجع به بودنشون تو این کشور اطلاع داشته باشه، هیچ وقت در این سرشماری ها شرکت نمیکردن، اسم و آدرسشون رو به جایی نمیدادن. ولی میخواستم بهتون بگم که همه چیز محرمانه است توی این سرشماری، اسمتون جایی نمیره. فقط میخوان بدونن از هر نشنالیتی چه عده آدم اینجا هست. پس سرشماری که خود ما توی ایران هم داشتیم. خواهش میکنم شرکت کنید برای اینکه برای کامیونیتی های دیگه که هستش و داره برای شما اینجا کاری خیلی انجام میدن کمک میکنه که بتونن باشن اینجا، به شما خدمت کنن، بتونن فاند بگیرن، بتونن بگن چقدر چند عده ایرانی ما توی این کشور داریم و چه کمک‌هایی احتیاج دارن. مطمئن باشین که هیچ اتفاق براتون نمیفته، کسی دنبال شما نمیگرده، آدرستون محفوظ میمونه و خطری برای شما نخواهد بود. مرسی.